یکی از سوالات پرتکراری که تقریبا میشه گفت همه کلاینت ها دغدغش رو دارن این هستش که پیوست همزمان در پروسه کاریابی یا آسپیلدونگ به چه صورت هستش. یک بار برای همیشه بیاین با همدیگه پاسخ بدیم بهش. پیوست همزمان اگر شما 3600 یورو یا بالاتر حقوق دریافتیتون باشه، خودتون می توانید بدون نیاز به هیچ مدرک دیگه‌ای مستقیما مراجعه بکنید به سفارت، درخواست ویزای همزمان بدین برای خانواده‌تون و سفارت هم هیچ مشکلی با این قضیه نداره. اما برای دوستانی که حقوقشون کمتر از این هستش و یا آسپیلدونگی دارن اقدام میکنن، دوستان دقت بکنید نامه فست ترک یا همون پیوست همزمان خانواده رو فقط کارفرما میتونه صادر بکنه براتون و شما از ایران نمیتونید بابتش کاری بکنید و برای این نامه از شما تمکن مالی خواهند خواست که ایالت با ایالت فرق میکنه. بعضی موقع هستش که 1 ساله ازتون میخوان، بعضی موقع هستش که 3 ساله ازتون میخوان و همچنین نفری که میخواد پیوست بشه حتما باید مدرک زبان رو ارائه بده. توی خیلی از ایالت ها دیگه حتی نامه کفایت زبان رو هم از شما نمیپذیرند. این کل مواردی هستش که باید در خصوص پیوست همزمان مد نظر قرار بدیم.